درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. بازم مهمان خانوادان شما هستیم و برنامه ما با یک نوای خیلی فورم و زیبا آغاز گردید و مهمانان برنامه ما هستند هنرمندان انسامبل سازی صدا از فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام یکشریف جورایف هستند. همراه ما صحبت خواهند کرد کارمند فیلارمونیای دولتی به نام یکشریف جورایف. جمعه خان اسماعیلوف، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. یک انسامبل بسیار هم مجهز، یک انسامبلی که واقعا با آهنگ‌های جذاب و دلنشین در میان هنرمندان تاجیکستان شهرت خاص دارد و همیشه آهنگ‌هایی که آنها می‌آفرند، موسیقی‌هایی که آنها پیشنهادی هواداران می‌کنند به دلها راه می‌یابد و واقعا دلنشین است. و در آغاز برنامه یک آهنگ خیلی زیبا صدا داد. این هم آهنگ نام داشت آرزو. من می‌خواستم بیاید درباره تأسیس یافتن خود این انسامبل کمی برای ما معلومات تا جایی که میدونم سراول انسامبل مذکور در حیات انسامبل لاله بود نه؟ بله. السلام علیکم با تماشاگران تلویزیون سفینه. علالخصوص برنامه فرهنگی فضا مدت چندی است که همین برنامه فضا فرهنگی فضا در فضای فرهنگی کشور ما صدا میدهد با آهنگ‌های تر و تازه با شعر و غزل‌هایی که از جانب هنرمندان هر منطقه‌های جمهوری اجرا می‌گردند و پیشکش تماشابین می‌گرداند. تماشابین از لذت می‌برد، فضای فرهنگی ما را پررنگ می‌کند. امروز در این مهمانی شکلی گفتیم انسامبل سازی صدا از فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام یکشریف جورایف و آماده هستند که یک چند موسیقی رو پیشکش شما گردانند و تا طبع شما رو بریده توانند کردند. انسامبل سازی صدا تقریبا سالهای 2005-2006 تأسیس یافت و آهسته با مرور زمان از حیات انسامبل رو نفرانی که مطربان چیره‌دست جمع آمدند. اینجا رهبر این انسامبل آهنگساز بسیار ورزیده، موسیقی شناس کسبی سنگف سیدعلی می باشد و حیات این انسامبل رو هنرمندانی که کسبیتشون بلند است سرکرده است. قیوم، دلیر، محمد، دولت، موسی، مرود، پیرنظر با چند نفران دیگر هستند که هر یک اینها در همین انسامبل یک چکلی روسی میگه یک لپت خودشون میگذاره، یک حصه گذاری خودشون دارن. با اون خاطر که فهمیش موسیقیشون بلند است. در هر یک موسیقی یک روش خودشون میگه، یک رگ روش خودش رو دارد. عجیب است. تأسیس دادن همین انسامبل از کی بود؟ کی همین ایده رو پیشنهاد کرد؟ چگونه؟ در پیشتر شایسته تاجیکستان سری بیداکوف بسیار موسیقی شناس دانا، ورزیده، آهنگساز، کمپوزیتور خودش با در سازی هم اسکریپکا نوازش میکرد. در گرد خودش همین هنرمند و مطربان رو جمع کرد و همین انسامبل رو تأسیس داد و از سالی که تأسیس یافته است آهنگ‌های همین انسامبل موسیقی‌هایی که می‌آفرد هم در تئاترها استفاده می‌برد، هم انسامبل‌های رقصی از این در زیر آهنگ‌ها رو گرفته رقص می‌آفرند و در برنامه‌های بلند دولتی در سطح بلند دولتی اشتراک می‌کنند. یک مثال بیاریم، مثال وقتی ما ژانر ششمقام میگیم در همین ششمقام هم می‌دونیم که سرود و غزل‌های انتخاب می‌گردند که از شاعران بسیار متفکر فرض کردیم از حضرت بیدل میگیرن، از سعدی میگیرن، سعیدو میگیرن، از لاهوتی میگیرن، از دیگر متفکران که بسیار بلند است. در برنامه‌های فرهنگی دولتی مونست کوشش میکنن که هنرمندانی رو گیرن که بسیار از دیگران فرق داشته باشند و ما با افتخار میگیم که در بسیار برنامه‌ها همین انسامبل اشتراک میکنند. آهنگ‌های این انسامبل در اونجا صدا میدهد. خودی همین مطربان در اونجا مینشینند. آهنگ‌ها رو کی ایجاد میکند؟ شما آهنگ‌های مثلا کمپوزیتوران را تکمیل میدید یا اینکه هست نفرانی که اینجا رویه این انسامبل چند هست. برای اگر بگیم که در موسیقی همینو قریب موسیقی هر منطقه هم شنیده میشود. یعنی که بسیار سبک‌ها رو آمیخته میکنن، سینتز میگن با زبان اگر سینتز کرده پیشکش میکنن. البته در اینجا آفریدن موسیقی و سهمی سعیدعلی سنگ بسیار بلند است، سهمی
محمد جون بلند سامی معلم پیر نظر بلند هر یک نفر این یک حسی خود رو میگذارد. اونا پیشه شایسته تاجیکستان یا که اگر خطا نکنم خلقی تاجیکستان فتوا دیده گفته بود که وقتی که من موسیقی به چگونه میآفرم همین من راه رفته استم یا که در یگان صحبتم در خیال من یک لحظه میگم یک نه میگم انا میره دیگر میچسبد میستد وای من اومده بالای فورتپیانو پیانینو من این آهنگ کار نمیکنم خودش رفتن به کار در ذهن شکل گرفتن اومدن میگیره بعد من ببینم که یک 50-60% پیدا شد انا میرم با همین استامینن که یک آهنگ پیدا شد اومده مصلحت میکنه البته یک نفر دیگه با یک چیز دیگه شمیده سم شدن میگه یا که اینش میگه این همین نوازش برای اینجا خوب نیست دیگر جون مینوازیم برای در عموم بعد یک موسیقی آفریده میشد اکثر آهنگ ها در یک جایگی آفریده میشه در یک جایگی آفریده میشه لیکن فقط مال یک نفر اعلام میشد مال یک نفری که سرگزاریش بسیارتر است یا که عرب فوندامنت پای دیوار همین موسیقی رو کرده باشد اباد گویم که در فیلارمونی دولتی تاجیکستان انا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با دستورهای خود فیلارمونی را از نو سازی کرد بازسازی کرد از این فیلارمونی که مردم میگذارند وقتی که چهره‌های اتفاق کسبا میگذارند نظر میکنند تماما دلشون یک خرسندی پیش میبرد که فیلارمونی شده است همه خدمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ما پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایوان رحمان میباشد و امروز روباری همین فیلارمونی یک جوانی کردیده جوانی بسیار بالای وقت بختیار رحمانزاده میباشد که و همه بود در همه فیلارمونی کار میکنیم شرایط خوبی کاری دارن اسباب‌های موسیقی همه تامین باز چی دستاویز آوردید شما انا یکم نوایی که ما گوش کردیم آرزو البته با صدا دادن همین آرزو یک فکر اندیشه که در آدم هست یک آرزویی که در که باید وقتی که باید بیدار میگردن آرزوها رو بیدار میکنه آرزوها رو بیدار میکرد چون که موسیقی به حالت روحی آدم سر و کار داره نوای دیگر چی میشود نوایی که دوم نوای باز یک نوای دیگر اینو پیشکش میکنم ما البته نوا رو ما در جای کارمون مشق کردیم تمرین کردیم بیا یار نام دارد بیا یار با قلم سید علی سنگوف تعلق دارد میشنویم
خب تشکر زیاد، خسته نباشید. واقعا آهنگ زیبا بود. مؤلف آهنگ کی است؟ مؤلف آهنگ سیدعلی سرگل. چگونه این آهنگ تولید شد و چرا نام گذاشتید بیا یار؟ البته هر یک آهنگی که آفریده میشه یک تاریخچه خودش دارد. بله. این آهنگ هم وقتی که گوش میکنی در اینجا آمدی بهار است. نسیم فورمی نوروزی آماده ایستاده است. همون نوروزی که در هر یک خانه‌دار رو میکوبد که بیدار شو، زمستان رفت، خیز از پای کشت و کار شو، از پای زندگی شو، خرسندی را زیاد میکند. آن از زمین الهام میگیرن اینها تیار کردن موسیقی و کی ایجاد شد این آهنگ؟ این آهنگ یک 3 و 4 ماه پیشتر تیار شده بوده. در برابر که در آغاز فصل بهار، در آغاز فصل بهار نه، فصل زمستان. در فصل زمستان وقتی که آدم از خنکی‌های سرد، از خنکی‌های وای دلگیر میشود، آرزوی بهار را میکند، آرزویی که زمین تابوی سبز خود رو در بر کند، گل‌های ریحان برآمدن گیرد، گل‌های سیاه‌گوش برآمدن گیرد، همین را آرزو میکند. انا همین آرزویش همین مطربان توانسته با واسطه آهنگ افاده کنند و با مردم پیشکش کنند و مردم هم همین ناز قبول کرد. همین آهنگ هایی که اصلا انسامبل شما ایجاد میکنند یا که اجرا میکنند بیشتر روحیه شاد دارند، یعنی به انسان امید زندگی، امید عشق و محبت به انسان روحیه میبخشند. درست درک کردید. حالتایی است انسان در مایوسی است، حالتای خرسندی است، حالتایی که شاد است باش شادتر میخواهد شدن. همین آهنگ البته وای افاده میکنه، وای میکنه. تاثیر میکنه. مقصد همین است، مقصد همین است که مردم را شاد کنند. یکی بو در برابر این دوران آهنگای دوران که کمی محزون است. برای که و خود روحیه ایجادکار وابسته در کدام حالت وای میکنه. بله. وای مثل ما برای انسان است. وای هم خواب دارد و زندگی دارد و وای خوردن دارد و آموختن دارد، وای دارد. وای هم در بین مردم که میگردد، در بین جمعیت میگردد و هم حس میکند که بعضی انسانی است که یکو مایوسی دارد، یکو مشکلی زندگی، مشکلی روزگار که دارد. وای هم میگه بیا من یک آهنگ میآفرم از دل همین چیز برورم. البته وای میشنود، البته یک خرسندی وای در میبیاد که زندگی دوام دارد. رسالتی آرامی آهنگ، رسالت همین موسیقی، رسالت مطربان است. خب به جز آنه که اینجا هنرمندان حرفه‌ای، هنرمندانی که سالهای زیاد در موسیقی تاجیک خدمت کردند، شما باز جوانان را نیز به هیئت دعوت کردید. یعنی اکنون اونهایی که تجربه بیشتر دارند هنری خود را، استعداد خود را به جوانان انتقال میدهند. بله بله. در صنعت موسیقی، در عالم موسیقی ما وقتی که به مثال به عالم وای موسیقی وارد میشه، البته همون نفری که آمده است یک نفر وای استادی کرده است، یک نفر پیشنهاد کرده است. الان نوبت این آمده است. من جوانان اینجا با پیدا شدگی منم موسیقی آمده است یک نفری جوانی که چی را دست است. البته از همه زیاد گپ میشنوه دانی. بله خورد خونکی هست بعد البته گپ میشنوه، لیکن با وجودی جوان بودنش هم اینجا مهارت اینو سنجیدن که آبروی احترامی همین انسامبل اون شهامتی که دارد پس نشود و یک زیده با بالاتر رود و این هم یک حسابگذاری همین انسامبل گردد. واقعا سفرهای هنری دارید؟ سفرهای هنری در دوام فعالیت کوریاش انسامبل در دولت کویت اشتراک داشتن، در روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان، فرهنگ جمهوری تاجیکستان، در دولت قطر بودن، در دولت چین اشتراک کردن، در ترکمنستان اشتراک کردن و دیگر دولت‌ها اشتراک کردن و در اونجا همان هنر والای خود را نمایش داده توانستند. بعضا حالت‌هایی بود که اما برنامه‌ای که از اینجا تأسیس داده شدگی بود، میره آنجا برنامه رو میتیند، در اون مردم بسیار معقول میشد. درخواست‌ها زیاد میشه. درخواست‌ها زیاد میشه که همین انسامبل باز یک ایستاد یک آهنگ دیگر را نوازد یا یک اون پورچه یا اون سه چهار آهنگ دیگر نوازد. و اینجا سازهای ملی بیشتر است، شما بیشتر تکیه میکنید به سازهای ملی. یعنی در اساس همون موسیقی‌های اصیل تاجیکی آهنگ‌های شما ایجاد می‌شود. سوز خلقی این اصلا در حقیقت سوز خلقی است، آهنگ‌های وای می‌نوازد. لیکن اگر مثال آهنگ‌های فرمایشی باشد، اینو
дар баробари мусиқии Европа ра менавозад навохтагиат. бо ҳамин созҳо мешавад. боз ҳамин созҳо то ба дараҷае як ба ҳамон мусиқи вайне яке то Вале- 80-90% вале агар масалан ҳамоно дар ҳайрат меафтанд ки ба ин асбоботи шикар мусиқи моро бо навохтед. ширинтар мешавад. ширинтар хубтар мешавад, қабултараш мешавад, Воқеан. чунки вай ҳамон оҳанги худа дар доираи мусиқиё худаш хусусиятҳои миллӣ мегирад камтар. Вақте албатта ки ҳар як ин мана мисол наягирем хоб ҳамин най вақте ки ҳамон оҳанг дар хуни вай медорад хуни вай медорад дар умки ва дар мағзи сари вай кор ба воситаи хун оҳиста оҳиста нуги чилико мебияду аз ҳамин нуги чиликои вай баъд дар садопардо баъд зеҳр карда баъд ба воситаи нафас вай мебарояд. Ин аз вуҷуди вай баромад ку аз вуҷуди вай ки баромад вай албатта ба дилҳо мерасад. Чизе ки аз дил баромад вай ба дил мерасад. ин ҳозир навохтани ҳаминро мо тамошо кардем. ҳар яке ба завқ менавозад, чунки вай медонад ки дар ҳаминҷа ҳиссаи вай ҳаст. ҳамина аз дил агар тамошобин. як соз канда шавад аллакай як холигӣ дар оҳанг эҳсос мешавад. Не ман фикр мекунам ки баъзе ҷода сози ҳамино канда мешавад, лекин тамошобин намефаҳмад. боз чӣ пешниҳод мекунед? боз оҳангҳое ки мо ба ин ҷо овардем, оҳангҳо албатта зиёд аст, қариб як 60-70 та оҳангҳои вай доранд, дар хазинашон дар бойгонишон доранд, лекин бо интихоб кардем як оҳанг бо номи фавора. ҳозир оҳанга гӯш мешунавем, баъд атрофаш суҳбат мекунем. баъд атрофаш суҳбат. хуб, беҳтарин мешавад. марҳамат, бифармоед.
آفرین، خسته نباشید. واقعا یک آهنگ خیلی زیبا بود و شما وابسته به ریتم، وابسته به همون حالت آهنگ، به آهنگ شما اسم میگذارید، یعنی فواره. وقتی که مثلا این موسیقی رو میشنوی یک حالتی مثلا فواره مانند در دل آدم جوش میزند، آرزوها فواره میزنند و همین حالت ها رو شما به نوبت گرفته اسم میگذارید. نام های آهنگ ها رو کی میگذارد؟ نام های آهنگ ها رو وابسته به خاراکتر هم آهنگ خودشون میگه. بعضی میگه که ما برای ما مشکل نیست، برای که همون آهنگ الکی میگه که فلان نام بر من گذار، فلان نام. همین وقتی که شاعر شعر مینویساند و از تحت دل فواره زده و میپرد، همین شعر بعد با مردم میرسه، همین آهنگ هم میخیل. اینو هم که تصور کردن که همین فواره چی است؟ وقتی که از تگ زمین آب همین جوش زده میبرد، با بالا میبرد، بعد همین به هر طرف روانه میشود. انا روانش بعد هر موسیقی و بعد همین او روان کردن میگیرد. همین خیلی است که موسیقی همین است، توانستن همینه بشنونده یک کیفیتی دیگر دارد، یک راحت میگیرد، یک لذت میبرد. شما سال 2012 با فیلارمونیا پیوستید، نه؟ فضای هنری اونها در اونجا کمی محدود بود. محدود نبود، کمی تنگتر شد، تنگتر بود و وزارت فرهنگ همین ایست کرد که اینو باید که صحنه بلندتر برویند. حالا که مثلا محصول اجراییشون فراخ زیاد شد، برای همین صحنه بلندتر برویند. اینو پیشنهاد کردن فیلمگرای دولتی تاجیکستان. در اونجا در کاتور انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه است، انسامبل بانوان رباب نواز چمن است، انسامبل ترانه و رقص ارغوان است، انسامبل ششمکام، انسامبل فلک به نام یادین هاشیموف، ارکستر سازهای ملی کلکتیو که خدمت نشان داده ارکستر سازهای ملی باید فعالیت دارد. در کاتور همونا این انسامبل ماند. بعد انسامبل رقصی پرستو داریم، انسامبل رقصی چمن داریم. در برابر همین لازم شمردن که فضای اینها را بلند. نتیجه کار اینها را دیدن که الکی بلند پرواز است. بلند پرواز است. فایز ایجادی هم زیاد شد. بله. خب تشکر زیاد که به برنامه تشریف آوردید. واقعا لذت بردیم از آهنگایی که امروز این گروه پیشنهادی ما گردانیدن و بعضی وقت با رقص ها با حرکت های جالب نیست همین گروه مثلا آهنگ ها رو اجرا میکردن که خیلی مثلا خصوصیت خاصی همین گروه بود. هر یک مطرب در صحنه دیگر خیلی است و حرکت های زیبای و صحنوی هم دارند. بله. حرکت هایی که با مردم با شادی میارن، اما خصوصیت موسیقی هم دیگر میکند، همه مفتونی وای میشد. یکی با وقتی وای میگیرد که وای هر مرود وای دو تورباس هم میگیرد که وای می نوازد، همین که با بالا و پایین میبرد با وجه میبیاد، البته تماشابین دیگر میشد. در برابری که پیشروی موسیقی شود، در برابری که همگذاری عالم موسیقی صحنت باشند، من خیلی با حرکت‌های خوبی صحنوی هم دارند. خب سپاس فراوان، سپاس با کلی هنرمندانی که امروز با نمی سازهای زیبای خود با دستان خود برای ما آهنگ آفریدند و پیشنهاد بیننده گردانیدند. خب واقعا شنیدن موسیقی زنده، موسیقی که عینی حال به قول آنلاین اجرا می شود، واقعا لذتش دیگرگونه است. خب خسته نباشید، سپاس به شما. باشد که باز سر همین سفره در برنامه فضا یک جا بشینیم و آهنگ‌های جذاب دیگری شما رو بشنویم. همینجا به انتهای برنامه میرسیم. خب در انتها چی پیشنهاد میکنید باز؟ باز یک آهنگ با نام پرواز در اینجا تیار کردیم. حتما با این آهنگ پرواز خواهیم کرد. بله. خب دوستان عزیز، یادآور میشم که انسامبل سازی صدا در برنامه ما مهمان بودن و آهنگ‌های جذاب رو پیشنهاد گردانیدن. همینجا باز هم یک آهنگ زیبا، یک نوای دلنشین رو میشنویم و همراه همین آهنگ پرواز میکنیم. تا دیدار دیگر سلام باشید. خیر.